چگونه بدن خود را تقویت کنیم؟ با ضعیف نکردن آن. متاسفانه یه چیزی توی جامعه ما و مردم باب شده و این از برکات طب سنتیه که تا میگی تقویت بدن فوراً فکر میکنن باید یک ظرف بزرگ عسل باشه پر داخلش چارمغز و دارچین و پودر جینسینگ و جبارسینگ و از اینجور چیزا قاطیش باشه. بله اینا خواص دارن، اما بزرگترین راه حل تقویت بدن پیشگیری و جلوگیری از ضعف اونه. ما در پست‌های آینده برای شما پرهیزاتی رو میگیم که حتی طب سنتی و طب مدرن تأکید بر خوردن اون دارن و اینه که درمان‌هاشون جواب نمیده. که حالا در یکی از پست‌های قبلی اگر دقت کرده باشین در بحث لبنیات اشاره‌ای کردیم که ضرر دارن، اما طب سنتی میگه نه بخورید. خیلی از نسخ طب سنتی قدیم و جدید دارن میگن خوردن شیر و خیلی چیزا مجاز است. طب مدرن هم که سالها تبلیغات میکردن هر شب یک لیوان شیر قبل از خواب بخورید، که این کاملا اشتباهه. شما فرض کنید کباب خوردید، انواع با کیفیت ترین مغزهای خام گیاهی رو خوردید، خاویار خوردید، هر چی که فکر میکنید با کلاس و لوکسه رو خوردید. خب چه فایده وقتی چیزهای مضری مثلا حالا من چیزی که همه قبول دارن مثل دلستر و نوشابه یا لبنیاتی که من اشاره‌ای گفتم و در پست‌های بعدی و چیزهای دیگه‌ای که در پرهیزات بعدی خواهیم گفت روش بریزید، هیچ فایده‌ای نداره. این یک استدلال بسیار ساده و کاملا محکم بود برای اینکه بهترین راه برای تقویت بدن ضعیف نکردن آن است، چرا که ناپرهیزی حتی اثر و خواص و مزه بهترین طعام‌های بهشتی رو هم از بین میبره. پیج و کانال حکیم سعید کاظمی رو فالو کن، این پست هم لایک کن و بفرست واسه اونایی که هی هله هوله میخورن و هی دنبال دارو درمان هستن و نمیدونن که درمانشون در پرهیز کردن از هله هوله خوریه.